در شهر اسمالنسک روسیه مراسم یادبود قربانی‌های سقوط هواپیمای دولتی پولشا یا خود لهستان دایر شد. 10 اپریل سال 2010 96 عضو هیئت دولتی لهستان و از جمله پرزیدنت این کشور اثنای برخورد هواپیما با زمین به هلاکت رسیدند. هیئت برای شرکت در مراسم یادبود افسران ارتش لهستان که به طور دسته‌جمعی در منطقه کاتین در سالهای جنگ دوم جهانی کشته شده اند به اسمالنسک سفر کرده بود. سبب سقوط هواپیما هنوز هم تحقیق می شود. مراسم یادبود در شهر کیف هم برپا شد. در پایتخت اوکراین حاضرین افرادی را که در لاگرهای کنسنتراسیونی ناتسیستان آلمان در سالهای جنگ دوم جهانی به هلاکت رسیده اند یاد کردند. مردمی از هولوکاست نجات یافته و دیگران در باب یرنوم مکانی که در آن هزارها یهودی و دیگر اسیران اردوگاه‌های ناتسیستان به قتل رسیده اند جمع شدند. این چاره‌بینی همچون ابراز احترام به مناسبت سالگرد آزادکنی اردوگاه کنسنتراسیونی بوخنوالد در سال 1945 تشکیل شده بود. در شهر کابل پایتخت افغانستان بمبگذار مرگ طلب ماشین سرشار از مواد ترکنده را در نزد کاروان نیروهای خارجی منفجر کرد. پلیس میگوید بر اثر ترکیش 3 فرد ملکی جراحت برداشتند. طبق گزارش‌های رسیده از سربازان خارجی کسی زخمی نشده است. روز جمعه بر اثر 2 ترکیش دیگر در ولایت‌های ننگرهار و غزنی افغانستان کمش 15 کس به هلاکت رسیدند. در شهر تبلیسی پایتخت گرجستان مراسم دفن یک افسر پلیس برپا شد. او 4 اپریل همراه با یک افسر دیگر از سلاح جراحت برداشته سپس هلاک شده بودند. در ارتباط با این حمله 10 اپریل بعد یک عملیات گسترده جستجویی شلو ابولدزه نام شخص دستگیر شد. در گذشته او با حمله مسلحانه بالای 2 افسر دیگر پلیس متهم شده است.